سلام، اومدیم با یه ویدیو طنز دیگه. اه، سابسکرایب کنید، لایک کنید، روحیه بگیریم، زنگوله پایینم بزنید حتما. کل صورتم مثل بچهای فرشته و الهی است، ولی ابروام اینه بچهای نازی آباد یاخچی آباده. لباتم مثل چون مرغای سلطان آباده. داداش اینا چیه؟ داداش یه ملک معامله کردیم، فامیلامون چونشون آتیش گرفتم تقسیم این جمله خیلی حق بود. کنم بینشون. این برای زنداییمه. بلنش ببینم تو به خواهر من تیکه انداختی؟ نه به خدا من خودم کونیم نداره، هرکی شغلی داره عزیزم، گریه نکن. خودم گی این پسر شیرازیه، خیلی خوبه. من واقعا تو اینستاگرام دنبالش میکنم. هستم و با افتخار میگم بیا که مردم مدرک گیرشو گرفته افتخارم میکنه وقت توی گوی هم نشدی. پسر نفس بکشه کنسل. عرفان چرا یه سری از پسرها واقعا اینجوری هم یارو حالا یه چیزی گفت قرار نیست دقیقا اون لفظ گرفته. شما کنی نفس بکش کفی بیا خودت هلا. چی شده ایزان رقم بغل گرفتی هی نشستی؟ چرا؟ فردا شیفت دارم، اگه خواست نکنم 2 سال میرفتم. خب میخوای چیکار کنی؟ گفتم اگه تو اون طلاتو بدی. بابا نه، اون 2 سال که میخوای بیفتی زندان رو میگم، میخوای چیکار کنی؟ باز هی برید روز زن و روز دختر و نمیدونم روز ولنتاین و فلان و فلان، برای اینا شما برید طلا بخرید. چوپان مشهدی گنج 800 میلیاردی و تحویل میراث فرهنگی داد. داداش بهتر نبود با گوسفندای مشورتی میکردی؟ اصلا شغلتون چیه؟ من سالوندار هستم، تتو آرتیستم، پیرسینگ کارم، البته اینم بگم ورزشکارم هستم، مربی دنس و زومبا هستم. خلاصه اینجوری بگم دیگه، از هر انگشتم یه هنر میباره. فقط سر ستارخان مایی نمیشه قیمت بده. درآمدتون در ماه چقدره؟ والا درآمد صنف کاری ما بستگی به بازار داره، ولی بین 100 150 تا 200 تومن درآمدمه. خیلی هم عالی، خدا بیشترش کنه. خب شما با این همه درآمد تایپتون برای ازدواج یا انتخاب پارتنر چجوریه؟ تایپ هم که قطعاً ورزشکاره، هر چیزی جز این کنسله. مثلا اینکه فوتبالیست باشه، هر شب بتونه این دروازه ها رو باز کنه، 10 12 تا گل بزنه و دروازه ها رو به لرزه بندازه. والیبال که حتما باید بلد باشه، دستای پهن و انگشتای کشیده داشته باشه، خوب بتونه اسپنج بزنه. با 1 2 تا گل هم کارش راه نمیافته، 10 12 تا. منظورتون اسپکه دیگه، درسته؟ آره. یه چه ورزشایی دوست دارید؟ بیلیارد که جزء فیوریتامه. این چوب بیلیارد رو خوب بتونه بگیره تو دستش، یا همون اسنوکر رو توپو قشنگ هول بده سمت هدف. بدنساز چی؟ بدنساز دوست دارید؟ نه بدنساز که قطعاً کنسله. بدنسازا بادکنکی هن. تنها چیزی که تو زندگی اونا بزرگه مکملاشونه. ولی کشتیگیر خیلی دوست دارم. میشه بدونیم چرا کشتیگیر دوست دارین؟ کشتیگیرها همه فن حریفن، اونا 100 تا فن بلدن اجرا کنم. دوست دارم که این فنا رو هر شب به من یاد بده و اجرا کنه. خیلی هم عالی، انشالله به تایپتون برسید. مرسی. چند سال کشتیگیر؟ من مامانش حاجی چرا از این انقدر زیاد شده؟ یارو مامانه دختره رو میفرسته اصلا واسه این داستانا. هم 42 سال. جدی مادرشون هستی؟ تو رابطه این؟ یه جورایی من کلا پسرا رو گردن نمیگیرم. چرا با چه اعتماد به نفس این کارو میکنی؟ وقتی که دوست پسر داری هی شیطنت میکنی 10 بار مچتو میگیره بازم ولت نمیکنه، یعنی دیگه خیلی خفنی دیگه. به نظر شما ببین خودش داره ایراد کارو میگه. یارو علنا داره میگه بابا من دارم گل میگیرم به سر تا پای پسره باز حول ول نمیکنه. تهش میشه همین دیگه. شما که مادرشون هستی کار درست میکنن؟ آره بابا، پسرای الان مرد در نمیاد، خودم مثلا بهش میگم این کارو بکن. میدونی تو گوشی دوست پسرتون چی سیوی؟ نه اصلا برام مهم نیست چی سیوم. میتونم خواهش کنم که زنگ بزنید بهشون، ازشون بپرسید که به چه اسمی سیوی؟ باشه مشکل نداره. پیشوازش هم به عشق من گذاشته ها. چطوری؟ قربونت برم، تو چطوری؟ فدات شم. شکر. میگم یه سوال ازت داشتم. من تو گوشیت به مامانه چرا دستشو گذاشته اونجا؟ چرا؟ فکره خوبی نمیاد تو سرم. چه اسمی سیف کردی؟ به چه اسمی؟
چی میگم تکرار میکنی بابا، تو هم اسکلی ها. میگم منو به چه اسمی سیو کردی؟ بابا دارم بهت میگم دیگه بکه اسمی بیشور نفهم به چه اسمی مادرت. خدای آقا قشنگ بود. به چه اسمی پسر حلالش داشته، دمش گرم. آقا خیلی مخلصم، لایک یادتون نره، امیدوارم که خنده رو لباتون اومده باشه. خدا